چطورین؟ یعنی امروز از اون روزاست که حوصله هیچ کاری رو ندارم، ولی خب باید یه طرح رو کامل کنم، بعد ازش عکس بگیرم که بفرستمش واسه دبیرم. پس باید انجامش بدم دیگه. از اونجایی که خیلی وقت به پوستم نرسیدم، پس بریم که با هم دیگه ماسک درست کنیم. خب این ماسک از برنج درست میشه که البته من اینجا خیلی برنج ریختم، باید حداقل نصف نمونه باشه و خب این روزا خیلی ترند شده، احتمالا خودتونم دیدین و واقعا هم خیلی خوب اثر میذاره، چون من قبلا هم یه بار درست کردم و واقعا خیلی خوبه. بعد اینکه اول اینا رو آبکش میکنیم، قشنگ تمیز میشوریمش، بعدش یکم آب میریزیم توش تا حدی که خوب له بشه، بعد میذارم سر اجاق که بپزه. برنجمون تا همین حد بس پختنش و اینا ریختم توی میکسر یا همون همزن که قشنگ له بشن و چند قطره آب یادتون نره، چند قطره که نه بیشتر، که خیلی سفت نشه. خب برنجمون باید همچین حالتی به دست بیاره، بعدش باید بریزینش توی یه قوطی، حالا مهم نیست فقط تمیز باشه. بعدش هم باید حداقل یه قاشق چایخوری حالا غذاخوری بهش عسل اضافه کنیم و بعد حسابی باید همش بزنیم که خوب ترکیب شن با هم دیگه. این ترکیب اصلیه، اما من میخوام روغن آرگانم بریزم، حالا اگه نداشتین اصلا ایرادی نداره، ولی اگه باشه چه بهتره. بعدش حسابی اینا رو هم زدم و تمام.